اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما و شما ناقص الغنى و انقص الغنى است. ما و شما در درس‌های قبلی گفته بودیم و خوانده بودیم که اکمل غنى در چند موارد می شود؟ در 12. و کامل الغنى در 3 احکام می شود که او در اخفاء حقیقی و در اخفاء شفوی و هم در اقلاب می شود. لیکن امروز کدام درس که ما و شما می خوانیم ناقص الغنى است. کدام غنى؟ ناقص الغنى. ناقص الغنى با این غنى بعضی مجودین یا بعضی استادا اصل الغنى هم میگن. یعنی اصل الغنى یا ناقص الغنى نامهایش 2 است لیکن هدف همو یک غنى است. واضح میشه؟ حالی ناقص الغنى یا اصل الغنى در کدام حد می شود یا کدام مرتبه اونجا نون یا میم کدام مرتبه دارد؟ میگن نون مظهر یا میم مظهر. حتما از نامش هم این ما و شما میفهمیم هر جایی که نون آشکار تلفظ می شود و یا میم آشکار تلفظ می شود آنجا ناقص الغنى یا اصل الغنى است. خب اگر ما و شما خیلی مختصر کنیم و شرح باید بتیم در چی می شود؟ در اظهار حلقی. اظهار چی؟ حلقی. دوم اظهار مطلق. اظهار چی؟ مطلق. سوم هم اظهار شفوی. یعنی یا خلاص مختصر بگیم هر جایی که اظهار می شود، هر اظهاری که باشه مربوط ساکن نون و تنوین باشه یا مربوط هم ساکن میم باشد اونجا ناقص الغنى است. کدام غنى؟ ناقص الغنى. مانند اظهار مطلق یا اظهار شفوی. اظهار حلقی مثلا عنه بعد از نون ساکن چی آمده؟ ها. ها هم حرف اظهار حلقی است. اینجا نون ساکن مظهر می شود. نون ساکن چی میشه؟ مظهر. مظهر یعنی اظهار یعنی آشکار. یعنی غنیش هم مظهر است، غنیش هم آشکار است. غنیشی است آشکار. عنه. ما و شما باید فکر نکنیم که در نون ساکن غنه موجود نیست یا وجود نداره. گفته بودیم غنه در نون ساکن است لیکن مراتب دارد. در بعضی مراتب کش میشه، در بعضی مراتب کش نمیشه. واضح شد؟ در اخفا چرا کش میشه؟ هر نون ساکن شما انتقال میتی به نون ساکن از مخرج خودش، از مخرج اصلیش به مخرج فرعی حرف دیگر. اینجا فاصله میگیره. وقتی که فاصله میگیره حتما این حرف چی میشه؟ کش میشه. صدای چی میشه؟ کش میشه. لیکن وقتی که شما یک حرف در حرف دیگر انتقال نمیتی یا در حرف دیگر مداخل نمی کنی، از مخرج اصلیش خودش مثلا بیرون نمی کنی، اونجا غنه است لیکن کش نمیشه. اینجا هم غنه‌ای که به نام ناقص الغنى است در اظهار حلقی می شود، اینجا غنه است لیکن کش نمیشه. یا بعضی مجودین میگه، استادا میگه که مثلا به مقدار تقریبا یک حرکت تلفظ میشه. چرا به مقدار یا به اندازه یک حرکت تلفظ میشه؟ به خاطری که هر حرفی حق داره که یک حرکت داشته باشه، یا هر حرفی
حق داره که به اندازه یک حرکت تلفظ شود. این حق مسلم و اصلی هر حرف است. وقتی که حرف حق داشته باشد که به اندازه یک حرف ادا شود، اینجا هم نون که ما و شما ادا میکنیم امو صفتش که غنه لازمی است او به اندازه یک مقدار یک حرکت چه میشه؟ کش میشه. خوب این است که شاگرد چی کنه؟ درک نکنه که این غنه هم مانند غنه کامل یا اکمل کش میشه. میگیم غنه است لیکن کش نکن. غنه است کش نکن، به خاطر که یک حرکت از دو حرکت نشود. واضح شد شد چی رقم تلفظ میشه؟ عنه وانحر. ببین اگر ما حال این تحقیقش کنیم فرقش کنیم ببینیم که اینجا غنه است یا نه. مثلا میریم به خیشوم هم عنه این آواز به خیشوم آمد یا این آواز غنه از خیشوم بیرون شد. وقتی که از خیشوم بیرون شد این است غنه. این است چی؟ غنه. چرا میگیم الغنة صوت لذيذ مركب في جسم النون والتنوين والميم ويصدر من الخيشوم. هر آواز که از خیشوم بیرون می شود صادر می شود خارج می شود به او غنه گفته می شود. واضح شد دیگر. خب این که کش نمی کنی یا کش می کنی یا کش شود نشود این مراتب جدا است. واضح شد شد. یعنی در اظهار حلقی غنه است لیکن کش نمی شود. به این شکل اظهار مطلق. این که چرا اظهار مطلق اینجا می شود؟ اظهار مطلق هم در قرآن کریم مثلا در 4 کلمات می شود که این اظهار مطلق بحثش می آید. چرا می شود؟ به خاطر چی اینجا اظهار می شود ادغام نمی شود؟ وقتی که بعد از نون ساکن حرف یا بعد از نون ساکن حرف واو بیاید البته در یک کلمه اونجا اظهار مطلق می شود، مانند دنیا، قینوان، بنیان، صنوان. در این کلمات ادغام نمی شود اگر که قاعده ادغام است، لیکن این که ادغام نمی شود اظهار می شود این بحث جدا است. اونجا می خوانیم بخیر. لیکن اینجا چی می شود؟ اینجا هم اظهار مطلق می شود. در اظهار مطلق اینجا هم ناقص الغنه تلفظ می شود، کش باید نشود. دنیا چی رقم تلفظ شود؟ دنیا بس فقط غنه تلفظ شود کش نشود. غنه چرا تلفظ میشه؟ وقتی که نون تلفظ میکنی صفت لازمه نون غنه هست، حتما این غنه از خیشوم چی میشه؟ بیرون میشه. اگر کسی شما حسن کنه که چرا شما اینجا غنه تلفظ میکنید؟ خونون تلفظ میکنید. دون این نون شد. وقتی که نون تلفظ میکنیم نون و میم یگانه حروف است که ذاتش در یک مخرج ادا می شود و صفتش در مخرج جدا. دیگر حروف نظر به نون و میم در امو مخرج که حرف ادا می شود در امو مخرج صفتش هم ادا می شود، از امو مخرج صفتش هم بیرون می شود. لیکن نون و میم وقتی که ادا می شود میم در لبها نون در طرف اللسان، لیکن صفتش از کجا بیرون می شود؟ از خیشوم. واضح شد انشاءالله. به امی خاطر نون صفتش در خیشوم ادا می شود که غنه است، از خیشوم بیرون می شود که غنه است. خلاص این شده که در اظهار مطلق هم چی می شود؟ چی؟ ناقص غنه. دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، لیکن کش نشود. غنه است. به غنهش مظهر گفته می شود. به غنهش چی گفته می شود؟ مظهر. سوم اظهار شفوی. اظهار شفوی مثالش نوشته می کنیم مثلا اموالکم. چی؟
لکم. بعد از مساکین واو آمدن، اظهار شفوی هم در جایگاه خودش میخوانیم. اونجا 26 حروف داره، یک از حروفش مثلا واو است. بعد از مساکین حرف اظهار بیاید، اونجا اظهار که میشود اونجا غنهش ناقص الغنه است. مثلا اموالکم، این صدا به خیشوم آمد. وقتی که میم تلفظ میکنیم، میم در لبها تلفظ میکنیم، صدا میآید در خیشوم. اما صدا در خیشوم که آمد، اما چی است؟ اما غنه است. خب گفتیم الغنه یصدر من الخیشوم، آوازی است که از کجا خارج میشه؟ از خیشوم. هر آوازی که از خیشوم خارج شد به او غنه گفته میشه. البته در حرف واو در حرف میم و نون، اگر این آواز از خیشوم خارج شد به او غنه گفته می شود. اگر غیر از نون و میم در حروف دیگر خارج شود، در حروف دیگر صادر شود از خیشوم، به او غنه گفته نمی شود. او لحن خفی است، به او تقنین گفته می شود. تقنین او از اقسام لحن خفی است. واضح شد یا نشده؟ یعنی فقط در میم و نون این آواز صادر شود. خلاص این شده که ناقص الغنه در چند احکام می شود؟ در 3. کدام است؟ اظهار حلقی، اظهار مطلق، اظهار شفوی. این غنه ناقص الغنه، ببین به اندازه، یعنی ما نوشته کنیم این ناقص الغنه کش نمی شود، کش نمی شود. باید این کش نشود، نرم تلفظ می شود. چی رقم تلفظ می شود؟ نه، این باید خالی تلفظ شود و نرم تلفظ شود. واضح شد؟ کش نمی شود. لیکن بعضی استادها یا بعضی مجویدین میگه که نه، به اندازه یک حرکت کش می شود. اگر ما و شما حالی بگیم که مثلا بخوانیم یک حرکت کش می شود، از بعضی استادها یا بعضی شاگردها که تفکیک یک حرکت و نیم حرکت و 2 حرکت کردن نمیتونه، ممکن اونجا از یک حرکت برای چند حرکت؟ 2 حرکت. خوب این است که بگیم که ناقص الغنه در 3 احکام ادا می شود، لیکن کش نمی شود، باید کش نشود. واضح شد انشاءالله؟ این بود درس ناقص الغنه. در درس بعدی انشاءالله ما انقص الغنه در درس بعدی می خوانیم.